آقای محسنی مردم رو گرفتار نکن. چی کار داری میکنی آقای محسنی؟ ببینم دارم موبایل نامه مینویسم. بفرمایید. آقای محسنی مردم رو گرفتار نکن. مگه نمیدونی برای سندهای سبز رنگ دیگه موبایل نامه قابل قبول مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی نیست؟ پس چطور معامله میشه؟ فقط از طریق پیشنویس که به دو روش میشه نوشت که هر دو رو توی کپشن توضیح دادم. هر روز یه قانون جدید میاد ترکمندی. من از کجا بدونم؟ اینجا رو ببین. این پیج رو میبینی؟ هم نکات طلایی موبایل نامه رو گذاشتم داخلش، هم راجع به هبه توضیح دادم، هم راجع به چک گرفتن توی موبایل نامه توضیح دادم. کلی هم سوال و جواب اینجا پاسخ دادم. شما مگه تمایل دارید داخل قرارداداتون ما به عنوان وکیل کنار شما باشیم تا قرارداد امنی رو تجربه کنید، حالا فروش یا مشارکت در ساخت یا هر قرارداد ملکی؟ داخل واتساپ اطلاعاتتون رو ارسال کنید، در خدمتتون هستیم.